بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنتابع درسنا من أسباب نجاة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. اینک به عون و یاردم الله حق سبحانه و تعالی ما و شما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله به نام سبب‌های نجات این امت، سبب‌های نجات این امت، از آن شیخ علامه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الله سبحانه و تعالی این کس را و دیگر علمای سنت را محافظت کند. درس امروزی ما تحت سؤال دویم است. گفتیم که بعد از رساله چند سؤال و جواب شده است. سؤال دویم چنین بود است که اضطرب بعض الناس فی عقیدة الولاء والبراء. فهمیدید؟ بعضی انسان ها در مورد عقیده الولاء والبراء یعنی که دوگمانه اند، در اضطراب اند. فهمیدید؟ در اضطراب هستند، یعنی که ثابت قدم نیستند. فهمیدید؟ یا که بگویم به دیگه تعبیر سر رشته شان گم کردگی هستند. فهمیدید؟ درباره چی؟ الولاء والبراء. الولاء والبراء نسبتی کافرها هم می شود و نسبتی مؤمنها هم می شود. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ بعضی کسا خیالشون که الولاء والبراء فقط این الولاء با چی؟ با مؤمنها می شود و البراء فقط به کافرها می شود. تمام. با اهل بدعت، با حزبی ها، با رافضی های بدبخت، با شیعه ها، با یعنی که صوفی های احمق شست و خیز کردن اجازت است، یا که با فاسق ها نه. بارک الله فیکم. بنابراین شیخ سوال میدین که بعضی انسان هایی هستند که در هیجان هستند نسبت عقیده دوستی با دوستان الله و بیزاری از دشمنان الله. فهمیدید؟ یا که الولا دوستی و البرا بیزاری بدبینی. وظنوا أنه يجوز التنازل عنها في فترة ضعف المسلمين. نگاه کنید. و همین یعنی که نوع انسانها گمان میکنند که اجازت است گذشت کردن، چشم پوشیدن در وقتی که مسلمان ها ضعیف هستند. مسلمان ها ضعیفن خودشان. چرا؟ یعنی که این حزبی میگوید، چرا و یا اهل بدعت میگوید، بین مونم میگوید همه ضعیف هستند. نه، یا خواهد که بین مونم خودشان شیخ چی که میگوین. بعضی کسان میگن بین گذشت کنیم که من شتاب کردم بارک الله فیکم معذرت. بعضی کسان میگن بین چیکار کار، یعنی که همه مسلمان ها از یک گریبان سر براریم و گفتم خیلی و میکنن که. و ظهرت مصطلحات التسامح. امروز یعنی که اصطلاح‌های چی بخشش برآمدگی هستند. یعنی که اگر ببینید که این خیلی میکند بخشیدن در کار، اصطلاح‌ها میتونه تفسیرها میکنن. اگر ببینید که همین شیعه هم باشد و عایشه مادر مورد چی نگوید هیچ غم ندارد میگوید، مونې تاشی چی نگوید. اگر شیعه باشد و ابوبکر و دشتم میدید هیچ غم ندارد، برادری ما است. اگر شیعه باشد یعنی که ببینید که اسرائیل حقارت کرده شده هیچ غم ندارد، مسلمان است. همه خیلی اصطلاحا و احترام الاخر خلاصه دیگران رو حرمت کردن نکنه. و شیعه هم باشد که مسفیده. فهمیدید؟ و مانند اینها یعنی بخشش و گذشت و چی استوب کش میگن که در زبان روسیه. فما هو الحكم الشرعي؟ شریعت حکمش چی خیلی باشه ای شیخ فی هذه المساله؟ در این مسئله اكو بین شیخ چی میفرماید؟ بارک الله فیکم. شیخ حفظه الله تعالی میفرماید که در جواب الولاء والبراء لا يجوز التنازل عنه ابدا من اول الخليقه الى آخرها. دیدید؟ یعنی که مسئله الولاء والبراء
هیچ وقت و یگان وقت و ابدا گذشت کردن از این جایز نیست، از اول بنیادی خلق تا به آخر. فهمیدی؟ از اون روزی که الله سبحانه و تعالی آدم آفرید تا آخر این خلقه الولا و البرا وجود دارد. فهمیدی؟ بارک الله فیک. یعنی که دوستی به دوستان و دشمنی به دشمنان. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، شيخ سليمان بن سحمان الله رحمتش کند گفته است که وما الدين الا الحب والبغض والولا كذاك البراء من كل عاد وآثم. دین اما وقت می شود که وقتی که در درون دین محبت باشد. فهمیدی؟ یعنی دوست داشتن باشد. دین اون وقت دین می شود که وقتی که بدبینی باشد. چه خیلی تو دین برسی میگید که یهود هم بنی آدم هست. فهمیدی؟ نصرانی ها هم بنی آدم هست. باید که بابایا یعنی که ما دوست و محبت داشته باشیم. خب یعنی رافضی ها هم یعنی که مسلمان لا اله الا الله میگویند. بعد کجا مونده الحب والبغض والولا یعنی که دوست داشتن و که همچنین البرا بیزار شدن از کل عاد، از هر یک دشمن و آثم گناهکار. فهمیدی سدی؟ یعنی که دشمن گفتیم یعنی که کافر در نظر دارد، مثل یهود و نصرانی ها و رافضی ها، و آثم یعنی که گناهکار. فهمیدید؟ و فاسق و زناکار چخیل یعنی که برای خود دوست میگیرید. یعنی ما او را یک قسم دوست میگیریم که مؤمن است، همین مقدار ایمانش. فهمیدید؟ اما مقدار چه؟ گناه و معصیتش ما او را باید که بد بینیم. بارک الله فیکم. ولا دین الا بولاء و براء، یعنی دین به ولا و به برا نمی شود، به دوستی و به دشمنی نمی شود. و ذلك بان تحب اهل الايمان و توالیهم، یعنی معناش این است که باید که تو اهل ایمان دوست بداری و به اونها یعنی که علاقه دوستی بکنید از صمیم قلب. و ان تبغض اهل الكفر و الشرك و تعادیهم، باید که تو اهل کفر و اهل شرک یعنی که کافرها و مشرکها را بد ببینی و به اونها در قلب خود صمیمانه بد ببینی. فهمیدی؟ در قلبت باید که صمیمی به. اگه این معنا نداره که کافر داره میبینی دیدش که کافره تو کافر هستی، گفته گشتی. در یه جا آمدگی نیست که همین نصرانی یهودی رو دیدن زمانا چی اعلان کردن که تو کافرید فلانی منافقی، گفتن نه. بارک الله فیک. گفته شده است که باید که تو در قلبت هوای کافر دانی. فهمیدی؟ ان لم يحصل هذا، اگر همین نشود بود که من دلم نمیشد هوای کافر گویم، فلا دین نیست. فهمیدی سدی؟ فلا دین میگوشه. لا دین الا بولاء و براء. شیخ میفرماد که دین به ولا و به براء نمی شود. ولا نتنازل عن الولاء والبراء، در موردی که در مسئله دوستی و دشمنی ما هرگز گذشت نمی کنیم. ولا نحب المشرکین ابدا مشرکان را دوست نمی داریم، بل نبغضهم، بلکه وایها را بد می بینیم. لأن الله تعالی، چونکه الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. در سوره الممتحنه در آیه 1 الله تعالی می فرماید که ای کسانی که ایمان آورده، دشمن من و دشمن خودتان را دوستی از صمیم قلب نگیرید. فهمیدید؟ ای کسانی که ایمان آورده مؤمن هستند؟ بله مؤمن هستند. مؤمن باشد نباشد چیه؟ دشمن من و دشمن خود را دوستی صمیمی قلب نگیرید. و قال تعالی، و الله تعالی فرمود که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. سوره مجادله آیه 22 الآیه. یعنی در این آیه کریمه الله تعالی میفرماید که شما یا که تو در نمیابی، تو نمیبینی مردمی را که ایمانی به الله و ایمانی به روز آخر داشته باشند در برابر این دوستی از صمیم قلب بکنند به کسی که
مخالف از الله و مخالف از پیغمبر باشن. فهمیدی؟ هیچ ممکن نیست که یک کسی بینه که واقعا و ایمان به الله دارد و ایمان به پیغمبر دارد و به روز آخر دارد و در برابر ایمانش میبینه که به دیگه تعبیر کنیم به دشمن الله به دشمن پیغمبر چنان یعنی که چه دوست آغوشگیر دارد. فهمیدی؟ ولو كانوا آباهم گرچنده که این مخالفین از پدرهاشون باشند در این مادر داخل می شود مادرها، او ابناهم گرچنده که این مخالفات پسرهاشون باشند در این دخترهاشون داخل می شود، او اخوانهم یا که برادرهاشون باشند در این یعنی خواهرهاشون نیز داخل می شود، او عشیرتهم یا که خویشاوندانشون باشند که در این مرد و زن داخل می شود. فهمیدید؟ اکنون شیخ می فرماید که اما التعامل معهم في حدود ما أباح الله من البيع والشراء وتبادل المصالح والمعاهدات بينهم وبين المسلمين إذا احتاج المسلمون في ذلك فهذا شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس هذا منافيا للولاء والبراء. اما معامله کردن با اینها یعنی که به یهود، به نصرانی ها، به کافرها در حدود آن چیزی که الله سبحانه و تعالی مباح گردانیده است. فهمیدی؟ در یک چارچوبه الله تعالی و اجازه بخشیدگی است، مثلا فروختن، خریدن. فهمیدی؟ تبادل المصالح عوض کردن فایده یک چیز است که دوای مصالح به معنی صلح می شود. فهمیدی؟ اصلا معاهده در اینجا به معنی یعنی که عهد و پیمان بستن به اونها و بین مسلمان ها وقتی که مسلمان ها به این احتیاجمند باشند، چون که این از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدگی است. این مخالفی الولاء و البراء نمی باشند. فهمیدید؟ مثلا گیریم تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان با روسیه یک چی دارد؟ عهد و پیمان دارد، این مخالف نیست. نه هذا معناه تعامل دنیوی. این از معناش چی میگویند؟ معامله دنیوی میگویند. برای چی معامله دنیوی در کار است؟ لمنفعت المسلمین، به فایده مسلمان ها، به خاطر منفعت مسلمان ها. بما یقوی المسلمین، با اون چیزهای باید که به اینها معامله کرده شود که به مسلمان ها قوت میبخشد. ولا يدل على محبت الكفار. این عهد و پیمان دلالت به آن نمی کند که ما نسبت کافرها محبت داریم. فهمیدی؟ که ما بر روسیه که عهد و پیمان بستگی هستیم، تمام روس برای ما یعنی که محبوبی ما هستیم. نه محبت الكفار لا تجوز ابدا. کافرها را دوست داشتن ابدا جایز نیست. وليس معنى اذا بعنا معهم واشترينا، این اون معنا را ندارد که وقتی که ما همراه ویها فروختیم یا که خرید کردیم، او استاجرناهم یا که ویها را اجاره آوردیم، یگون انجینیر آوردیم یگون کارش وردیم، او استقدمناهم یا که دعوت شو کردیم که اومده یا بعضی کارها مثلا ما رو بیند لعمل برای خاطر یگون کارش ده اننا نحب. اون معنا نداره که ما ویها را و ساشه و پاشه را دوست می‌داریم. بل معناه أننا نريد منهم أن يقدموا لنا عملا من الأعمال نحتاج إليه. بس آوردن ما اون انجینیر، اون مهندس به کشور خود ما چی معنا دارد؟ بس معناش این است که ما از اونها میخواهیم که برای ما یک کار را تقدیم بکنن از کارهایی که ما به اون کار احتیاجمند هستیم. و نحن نبغضهم ولا نودهم ابدا. ما ویها را بد میبینیم، هرگز ویها را دوست نمیداریم. ولی مسکین تاجیک ها از بس که از دین بیره هستن، یک سرشو یک پاشه که خونهشون بیاد دیگه خدا داد ویرا. البته میبینی که خیلی دلنکشو پوری عراق میشود. فهمیدی؟ البته بعد یعنی که ویرا از دیگه مسلمان ها شافیار یعنی که طلب کرده، راننده دیگه تحقیر کردن بعد سر کردن میگیرن. سبحان الله، کافرها کشور مسلمان ها میرند و کفرشون عوض نمیکنن، دیگر نمیکنن. مسلمان میبینه که کافر حال به کشورش میگوده الکه رنگ گروش دیگه هم میشود و من میگم با رشتاره نبیا خانی من مهمانم نترسن. فهمیدم؟ و اما الذین ولی چخیلی که مثلا بگیم طالب علمای مصر یا وقتا گفتن که چه رئیس جمهوری تاجیکستان رفته یعنی که
به مصر، یعنی که خلاصه یا که رئیس جمهور رفته به مصر، دولت مصر، یا که یگون نماینده حکومت رفته است، فقط همون ریشاشون تراشیدگی رفتیم. فهمیدید؟ طالب علمای ازهر استقبال رفتن، با جدا کردن، کسی ریشش پس ایران، کسی ریشش تراشیده، اون ریشاشون دراز است در خانه‌ش نه. فهمیدید؟ سبحان الله، یعنی که از مردم خودت ترسوندن. خدا که یعنی که امی ریشدارها ریششون دراز بدگی ها یعنی که دشمنی چه رئیس جمهور باشن. با والله بالله اون ریشدارایی که عقیده سالم دارن اونها از این ریشدارشیدگی های حزبی ها بهتر و خوبتر دوست می‌دارن رئیس جمهور. فهمید؟ و اما الذين يحرمون التعامل الدنيوي مع الكفار مطلقا فهم بين امرين. یعنی اما کسانی که معامله دنیوی کردن رو همراه کافرها مطلق حرام میدانند، اینها از دو تا یک تا میباشند. فهمیدید؟ یعنی که از دو تا یک تا میباشند. اما انهم فهموا معنی الولاء والبراء، یا این مسکین ها معنای دوستی در اسلام و دشمنی در اسلام فهمیدگی نیستند، و اما انهم یغالطون فی ذلك، یا که این مسکین ها در این مورد خطا کرده ایستادند. فهمیدید؟ خسرانه کار کرد، مانند این خوارج و تکفیری ها و نه. وكذلك هؤلاء الذين يريدون منا أن نحب الكفار مع أن الكفار لا يحبوننا ويبغضوننا أشد البغض. همچنین این کسانی که میخواهند که از ما باید که کافرها را دوست بداریم، با وجود این که کافرها ما را دوست نمیدارند، ما را به سخت‌ترین طریقه بد میبینند. الله سبحانه و تعالی فرموده است: ها انتم اولئک تحبونهم، ای شما و را دوست می‌دارد ولا یحبونکم. چخیلی گفتیم که قبل از قلیل اندک پیش، یعنی که گفتیم که یعنی که امام خطیب مسجد تومن یکی از مسجدها چی گفته است؟ گفته است که پوتین این سایه الله هست در روی زمین. اعوذ بالله. فهمیدید؟ خیلیش گفت پوتین او را دوست می‌دارد، یعنی شما و را دوست می‌دارد، شما را دوست نمی‌دارد. و تؤمنون بالکتاب کله. نگاه کنید صفت شما چه خیلی است. شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان آوردگی هستید، و یا باشن نه به کتاب حقیقی خودشان ایمان آوردگی هستند، نه به کتاب شما. این کافرای امروزه که این یهود و نصرانی امروزه فقط سرش ایام بالا بیاد دیگه بعد بخویی میشد. فهمیدید؟ من میخوام کلیسا که کجا مونده شده کفر میگه در کجا مونده شده. و اذا لقوکم، وقتی که به شما ملاقات میشوند، قالوا آمنا، میگویند که ما ایمان آوردگی هستیم. ما هم یعنی که نه. و اذا خلوا، وقتی که در تنهایی میمونند، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، یعنی که به مقابل شما سری انگوش میگزند. چرا انگوششون میگزند؟ از غضب. فهمیدید؟ خصوصا وقتی که میبینن که مسلمان ها بین دیگر السلام علیکم دارند. کافرها چی محبت دارن؟ بارک الله فیکم. کافرها این خبیث ها بین خودشون میگن یا وقت شما رو نقد کردم، بارک الله فیکم. در اتوبوس سوار میشم من از این دهه خود تا تومنه 50 کیلومتر، یا اتوبوس یکارسی کلان، بارک الله فیکم، میداره هر یک، یعنی که دو تا اسکمی که جای نشست هست، هر یک جانده یک کسی شستگی، جای دو آدم یک کسی شستگی. فهمیدید؟ داخل میشود حیران میشود در کجا شد، مجبور در پلی یکون خبیث میشینید. یعنی این دلالت میکند که این نصرانی ها یکدیگرش چشمی دیدن تماما ندارند. گفته عربا فما بالکم، بس شما چی میگید که بس شما رو چشمی دیدن دارن؟ یکدیگرشون به زور ازدرستی میگویند. ما توجیهش گفتم ازدرست. فهمیده؟ حتی وقتی که داخل میشود برای خاطر ریاکشن فهمیدن ازدرست میگن، همش به زور لبش میجنبد. چون که اینها نه دین دارن، نه آداب دارن، نه سلوک دارن، نه اخلاق دارن. فهمیدی؟ اینا هیچ چیز ندارن بیچاره. همین یک نام خریستیانیشون مونده است و خلاص. یک نام خریستیانیشون مونده است و خلاص. با از همه احمق ترینش همین مردم روسه در این مسئله. با اون معنا که وقتی که میگید که اسلام رو باید تو قبول کنی یا خب باید تو دیندار باشی، با میگید که این اسلام برای مردم سیاه یا گفته یک گپ رو میزند که ما یعنی که خریستیان هستیم، باید هم خریستیان مانیم. خب
خود کی؟ یعنی عیسی علیه السلام خودش عروس بود، عروس نبود که او مثال انا میکنه نبی سال. خلاص یعنی که اینها وقتی این کافرها در خلوت میمانن و مقابل شما از غضبشون سر انگشت میگزن. قل موتو بغیظکم، بگو برایشان با غضب خود بمیرید. ان الله علیم بذات الصدور، البته الله نسبت صاحبان سینه دانا است. یعنی الله میداند که در قلبش چی است و چی دارد و چی مرام و چی مقصد دارد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. سوره آل عمران 119. شیخ میفرماید فكيف نحن نحبهم وهم يبغضوننا اشد البغض. خیلی ما ویا را دوست می‌داریم حالان که ویا ما را از همه سخت‌ترین به طریق از همه سخت‌ترین بدبینی ما را بد می‌بینند. الله تعالی می‌فرماید که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. سوره مائده آیه چند؟ 82. یعنی در عداوت سخت‌ترین مردم را تو می‌بینی که نسبت ایمان آوردگی ها، یعنی نسبت مؤمن ها در میان مردم از همه اشدی‌ترین دشمن کی است؟ یهود است. با کی؟ والذین اشرکوا و مشرکان. یهود و مشرک ها از همه چی اشدی‌ترین دشمنی اسلام هستند. وقت در دوامش میگوید که کمتر، یعنی که گفته روسا بالی مینه معامله خوب دارد با همون نصرانی هاش هستند، کمتر نصرانی واقعیش. هذا کلام رب العالمین، این کلام پروردگار جهانیان است. فکیف نحن نحبهم وهم لا يحبوننا. بس ما چخیل و را دوست می‌داریم حالا که باید ما را دوست نمی‌دارن. و یبغضوننا اشد البغض، از همه اشدی‌ترین بدی ما را بد می‌بینن. و یعادوننا اشد العداوه، نسبت ما اشدی‌ترین، یعنی که نسبت ما یعنی که با طریق اشدی‌ترین دشمنی دارن. لكن ليس معنى ذلك الا نتعامل معهم فيما اباح الله، ولی این معنا ندارد که ما در کارهایی که الله مباح قرار داده دیگه است، مثل سودا و دیگه چه، ما قطعی ویها همراه ویها معامله نکنیم. و الا نتعاهد معهم، با ویها عهد و پیمان نبندیم. اذا اقتضت المصلحه، اگر مصلحت این طلب کند. ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه و آله وسلم، چنانه که این را پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کرد. فالرسول تعاهد مع اليهود، رسول صلی الله علیه و آله وسلم همراه یهودی ها عهد و پیمان بست. و تصالح مع المشرکین فی الحدیبیه، در حدیبیه همراه مشرکا صلح بست. و عقد الهدنه مع اليهود و النصارى، همراه یهود و نصرانی ها، یعنی که صلح موقتی کرد. هدنه گفتن یعنی صلح موقتی. على ان يدفعوا الجزيه، با اون شرط که جزیه میدهند. و باع و اشترى مع اليهود، همراه یهودی ها خرید و فروش کرد. و اکل طعامهم، طعامشون خورد. و اجاب دعوتهم، دعوتشون قبول کرد مهمانه. فليس معنى الولاء اننا لا نتعامل معهم ابدا. معنای ولا اون معنا ندارد که ما ابدا همراه و هم معامله نکنیم. هذا غلط، این خطا است. والذي يفهم ان معنى الولاء والبراء قطع التعامل معهم، اون کسی که چنین میفهمد که معنای ولا و برا باید که ما معامله را کلا از ویها بکنیم، هذا قد غلط، چنین کس یعنی که غلط کرده است، خطا کرده است. لان الولاء والبراء في القلوب، زیرا که الولاء والبراء این در قلب میشوند. و هو المحبة والمناصرة والمعاونة لهم على المسلمين، یعنی این محبت و نصرت و همکاری و همدردی می باشد همراهی کافرها به مقابل مسلمان ها. انا مینه چی میگویند؟ یعنی که برا میگویند، یا که الولا و البرا میگویند. امیدید نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.